پس ما رو میآوریم به چیزای سطحی، زندگی های سطحی، اون حالت ربات بودن، برده بودن و فرار کردن از زخم خودمون و زخم خودمون رو درمان نمی کنیم بلکه عقبش میندازیم و یا سرکوبش میکنیم و از کسی که اون زندگی نازیسته را داره، اون زندگی نازیسته که شما در ذهنتون از اون خوشتون میاد داره، حالا یا در اطرافتون و یا در فضاهای مجازی مثل سلبریتی ها و افرادی که اونا رو تحسینشون میکنین و اونا رو دنبال میکنین، حال بماند که طرف زندگی واقعی خودش رو نشون نمیده و فقط از خوبی و لحظات خوش و شاد نشون میده، فرض بر این که دروغ نیست، واقعیته. در صورت که از بنده حقی اینو بشنوین حدود 90% کاملا دروغه و واقعی نیست، یعنی اومدن گلچین کرده لحظات زندگیش را. خلاصه طرف رو فالو دارین، پیگیر زندگی اون هستین، فلان سفر، فلان حبسر، فلان سرگرمی رو داره، تا جایی که بدون اینکه متوجه بشین میبینین موقع انتخاب لباس، مدلش، رنگش، برندش دوست دارین اون لایف استایلی که اون طرف داره رو انتخاب بکنین. حال بماند که اگر آگاهانه تبلیغ بکنه از فلان محصولات آرش بهداشتی، پوشاک و یا هر چیز دیگه ای، مثلا من برای اینکه این زندگی رو دارم از این استفاده میکنم، از این لوازم خونگی، از این کرم، از این پوشاک، با این چیزها رو تبلیغ میکنم و یا تبلیغای مخفی که به فلان پاساژ میرم، به فلان خیریه کمک میکنن و شما توی ذهنتون هی این دنیا رو گسترش میدین و این دوستان همون جاییه که متفکران حقیقی میگن از فضای مجازی دور بشین، چون هنوز شما روی ذهن خودتون مسلط نیستین و به اون ذهن آگاهی نرسیدین و باعث میشه که شما ضربه بخورین و شما متضرر بشین، چون هنوز توانایی نقاد بودن و تمیز قرار دادن حقیقت رو از اصل، دروغ رو از راست نمیتونین تشخیص بدین. کمی فاصله بگیرین از فضای مجازی، به ذهن آگاهی برسین که مبحثش رو گفتم و باز هم کاملتر توضیح میدم.